اگه من دعای قنوت نمیدونم، اگه در جاش چرا بخونم؟ همه که میخونم دعای قنوت درصد اونجا نمیشود. جواب میدادین؟ الحمدلله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. در مذهب حنفی که اکثر تاجیکان پیروی آنند، قنوت در نماز ویتر واجب است، یعنی پایانتر از فرض، بالاتر از سنت. اگر قنوت خوانده نشود نماز بیکار نمی شود، ولی سجده سهو یعنی سجده فراموشی کردن لازم است. اگر دعای قنوت را پورا از یاد کردن نمی توانید نگران نباشید. علمای مذهب حنفی گفتند اگر دعای قنوت را ندانی می توانی به جایش این آیت کوتاه را بخوانی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. هم نتوانید به جایش بگویید اللهم اغفر لی، ای الله مرا بیامرز. بعد آهسته آهسته دعای قنوت را از یاد بکنید. الله سبحانه و تعالی نیت و کوشش شما را می‌بیند. اگر ندانید و کوتاه دعا بخوانید نمازتان درست است. والله اعلم.